کنفرانس علمی عملی باباجان غفورов علامه مشرق زمین با افتخار 115 سالگی اکادمیک باباجان غفورов در گیمنازیای رقم 24 شهر خوجند با اختتام شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت ولایت سوخت شعبه معارف شهر خوجند و مؤسسه دایر کرده شد. گیمنازیای رقم 24 شهر خوجند از مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر خوجند میباشد که نام پر افتخاری اکادمیک باباجان غفورов را دارد. در دوران مؤسسه نیمپایکاری علامه گذاشته و آثارخانه این عالم شناخته جهانی برای اهل جامعه آموزگاران و خوانندگان گیمنازیا مایه افتخار، هدایتگر به دانش‌اندوزی و کار و تحصیل نمونوی میباشد. باباجان غفورов تمام عمر خود را در تحقیق تاریخ خلق تاجیک، گذشته چندین هزار ساله خلق تاجیک، اثبات و معرفی مقام و جایگاه تاجیکان در علم و فرهنگ و تمدن صرف کرده است. نخست در سال 1947 تالیف و نشر کتاب تاریخ مختصر خلق تاجیک و بعدا سال 1972 چاپ کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورov به زبان روسی در شهر مسکو ثمره زحمت بیش از 30 ساله عالم شناخته جواب به عالمان تحریفگر تاریخ گردیده اهل علم جهان این شاهسر را همچون سرچشمه با اعتماد علمی اعتراف نمودند. این کتاب بی‌زوال ملت تاجیک را در جهان معرفی نمود. در کنفرانس علمی عملی مدیر شعبه معارف شهر خوجند ماهره تیمیرова و معاون رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت ولایت سوخت شوکت علیف ضمن سخن افتتاحی این خدمت، رسالت و قهرمانی فرزند فرزانه ملت علامه باباجان غفورov را ذکر ساختند. در کنفرانس علمی عملی عالمان ورزیده تاریخشناس از دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورov شوکت شریفوف و جورابک اسامالدینوف در معروضه‌های علمی عاید به قیمت و ارزش کتاب تاجیکان و اقدام‌های شایسته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در قدرشناسی و احترام به چهره‌های ماندگار تاریخ خلق تاجیک از جمله باباجان غفورov اندیشه‌ها بیان داشتند. دیروز در پایتخت وطنی عزیزان ما شهر دوشنبه یک سیمپوزیومی بین المللی بخشیده به 115 سالگی زادروز علامه باباجان غفورov تحت عنوان باباجان غفورov محقق و معرفگری تاریخ و تمدن تاجیکان برگزار گردید و در این سیمپوزیوم یک هیئت خیلی با نفوذ عالمان از فرانسه، از پاکستان، از سوریه، از فدراسیون روسیه اشتراک کردند. در محور سیاست معنوی بنیاد، در محور سیاست فرهنگ بنیاد پیشوای ملت ما همین ارجگذاری به فرزندان بزرگ ملت است که برای تاریخ، تمدن، برای آبادانی وطن ما خدمت کردن. در گیمنازیای رقم 24 شهر خوجند در سمت آموزش و ترغیب حیات و فعالیت و آثار اکادمیک باباجان غفورov سلسله نقشه و چاره‌بینی ها عملی گردیده محفل ها برگزار می‌گردند و آموزگاران مؤسسه در آموزش آثار علامه کارهای تحقیقاتی انجام می‌دهند. در کنفرانس علمی عملی آموزگار گیمنازیای رقم 24 شهر خوجند فرنگیس استمقولووا گزارش خویش را در موضوع آموزش آثار باباجان غفورov در مؤسسه تعلیمی پیشنهاد نمود. قابل ذکر است که با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت به افتخار 115 سالگی اکادمیک باباجان غفورov آزمون جمهوری تاجیکان آینه تاریخ ملت برگزار گردید که این اقدام نیک در راه آموزش تاریخ خلق تاجیک می باشد. در این آزمون خوانندگان و آموزگاران مؤسسه ما نیز فعالانه اشتراک داشتند. باعث خوشنودی است که مؤسسه ما به خود نام باباجان غفورov را گرفته است و این اقدام نیک هر یک خواننده را وادار می سازد که از گذشته پر افتخار خلق تاجیک توسط اثر بی‌زوال اکادمیک باباجان غفورov تاجیکان آشنا گردند. اثر مذکور وادار می سازد که خودآگاه و خودشناس باشیم. تاریخ پر افتخار و فرهنگ عالم شمول نیاگان سربلند خویش را از خود نماییم. به خدمت‌های گذشتگان خود ارج گذاریم. در مؤسسه به افتخار 115 سالگی باباجان غفورov آزمون انشای بهترین تحت عنوان کتاب اکادمیک باباجان غفورov تاجیکان آینه تاریخی ملت جنبه است و در جریان کنفرانس علمی عملی غالبان آزمون اعلان و قدرشناسی گردیدند. برنامه ادبی اهل آموزگاران و خوانندگان گیمنازیای رقم 24 شهر خوجند لحظه‌های حیات فعالیت باباجان غفورov و ارزش و قیمت کتاب تاجیکان علامه را نشان داد.